خب درود من به شما دوستان. با قسمت بعدی در خدمت هستم. من این فیلم رو بچه با بندیکم میزنم چرا که کامتازیا بسیار بسیار کند هست. از هر دو استفاده میکنم که کارتون سریعتر بره جلو. Den Finger auf den roten Knopf legen. میگه انگشت رو روی دکمه قرمز گذاشتن. Dieser Moment wird total überschätzt. این لحظه کلن بیشتر از چیزی که هست ارزیابی میشه. Überschätzen, unterschätzen, schätzen اینا رو میشناسید دیگه. Das eigentlich Interessante. خب این اینترسانته الان اینترسانت مگه صفت نیست؟ پس چرا در واقع ایش بزرگ؟ اینجا زمانی که ما اسممون حذف میشه صفت میاد جاش، میگه آقا من اون حرف اضافه رو بزرگ میکنم و قبول میکنم، مشکل نداره، حرف اولم بزرگ میکنم. اگر این das بود ein یا etwas این میشد interessantes. خیلی خوب. Das eigentlich Interessante. بعد یه نکته دیگه در سطح ساینس لازم اینه بهتون بگم هیچگاه متونتون رو از یک خارجی که حتی از 7-8 سالگی در آلمان بزرگ شده، 7-8 سالگی نه 10-12 سالگی در آلمان بزرگ شده و تخصصی زبان نمیدونه نپرسید. این بحث تئوری که میکنم خیلی مهمه. مثلا das eigentlich interessante، این eigentlich قید هست و میتونه بین اون، چرا گفتم مشورت نکنید الان میگم، بین آرتیکل و اون صفت جانشین اسم میشینه و این خیلی قشنگ میکنه در واقع متن رو. من از بعضی دوستانم خب اونها اشکال گرفتن ازم، بعد که من تحقیق کردم دیدم نه، من بنده خدا در واقع درست نوشته بودم و این قید خیلی قشنگ میشه که وقتی بیاد بعد از آرتیکل بشینه. در هر صورت نمیدونستم و از دوستان آلمانی اتریشی پرسیدم، گفتن که بله این خیلی هم شکیل هست. پس an der Sprengarbeit، پس اون در واقع جالبه، یعنی قسمت جالبه در کار انفجار ist nicht nur die Explosion، نه تنها کار انفجار هست، این کمای پشتش خیلی مهمه، sondern die ganze Vorbereitung، بلکه تمام آماده سازی. Ich liebe die Arbeit، من این کار دوست دارم als Sprengmeister، به عنوان رئیس انفجار، weil یا استادکار انفجار، weil چون man sich für jedes Problem eine neue Lösung ausdenken muss، چون آدم بایستی برای هر مشکلی یک راه حل جدیدی فکر بکنه و در واقع فکری براش بکنه. ausdenken فکری کردن و چیزی رو درآوردن، منظور فکری از خود درآوردن، ولی اینجا به معنی چاخان کردن هم میاد، ولی اینجا ausdenken یعنی اینکه فکری به حالش بکنیم، بالاخره یه نتیجه‌ای داشته باشه این فکر، به خاطر این گفته ausdenken. بعد با من آدم ترجمه کردم، با شدن هم میتونید ترجمه کنید، چون برای هر مشکلی یک راه حلی بایستی چاره بشه، چاره جویی بشه، فکر بشه و چاره جویی بشه. jedes Wohnhaus، هر خانه مسکونی، jede Brücke، هر پلی und jeder Turm و هر برجی ist anders konstruiert. anders میشه متفاوت طراحی و ساخته شده، konstruiert طراحی و ساختن. und man muss bei der Sprengung immer die Ideallösung finden. و بایستی bei der Sprengung در انفجار همیشه راه حل ایدئال، یعنی راه حل بهتر finden پیدا بشه. چرا گفتم بشه؟ چون من اینجا نگفتم آدم پیدا کنه، گفتم پیدا بشه. manchmal ist vielleicht genug Platz، بعضی وقت شاید به اندازه کافی جا باشه که چی؟ که das Gebäude durch die Sprengung einfach zum Kippen zu bringen. zum Kippen bringen یعنی منفجر کردن و در هم کوفتن و عرض کنم که فرو ریختن به معنی فعل لازم نه، یعنی شما فرو بریزید. پس میگه گاهی اوقات شاید وقت جا باشه که das Gebäude این ساختمون یا ساختمان را به وسیله انفجار خیلی ساده zum Kippen zu bringen، در واقع فرو بریزیم. خب کی فرو بریزه؟ من بازم اینجا بایستی در واقع حواسم باشه که با زوبیکت یا بدون زوبیکت دارم ترجمه کنم. خب ببینید یعنی زوبیکت نیست، من اومدم ترجمه کردم آخرش دیدم به زوبیکت نیاز دارم. حالا چیکار کنم؟ دقت کنید، شما اینجا زوبیکت نمیبینید. ببینید manchmal ist vielleicht genug Platz um das Gebäude durch die Sprengung einfach zum Kippen zu bringen. خب حالا ترجمه رو دقت کنید. شاید گاهی اوقات جای کافی برای فرو ریختن شاید بعضی اوقات جای کافی، شاید گاهی اوقات به وسیله انفجار جای کافی برای فرو ریختن یک ساختمان به سادگی باشه. خب حالا من بخوام باز بیشتر روش کار کنم جمله رو قشنگترش میکنم. منظورم اینه فاعل نداشتیم،
خیلی خوب. Manchmal steht das Objekt بعضی اوقات هستش steht قرار داره. هستش سوژه اینجا objekt به معنی مفعول میاد و سوژه میاد. aber auch اما همچنین in der Mitte einer belebten Straße. وسط یه خیابون پر رفت و آمد. belebt میشه پر رفت و آمد و پر جنب و جوش. اینجا منظور خیابونه میشه پر رفت و آمد. پر از فرکر هستش. und و man muss darüber sorgen و بایستی ترتیبش داده بشه. گفتم بازم بشه نگفتم آدم ها ترتیبش بده. آدم ها باید رسیدگی بشه ترتیبش داده بشه. das که es یعنی ساختمونه praktisch عملاً auf der Grundfläche روی سطوح زیرینش Grundfläche سطوح زیرینش in sich zusammenbricht. فرو بریزه. in sich zusammenbrechen یعنی فرو ریخته. Sprengmeister یعنی استکار انفجار ist kein استکاریه در واقع. انفجار ist kein Ausbildungsberuf. شغل دوره‌ای نیست. دوره شغلی نیست. wie Schreiner مثل نجاری wie Bäcker مثل oder Bäcker یا مثل نانوایی. Zuerst habe ich als Assistent bei Sprengungen geholfen. اول من به عنوان معاون در انفجارها کمک کردم. Das war für meinen späteren Weg برای مسیر بعدیم یعنی آیندهم ganz wichtig خیلی مهم بود. denn چون هر کسی selber sprengen möchte هر کسی میخواد خودش منفجر کنه muss بایستی bei der mindestens دست کم بالای mindestens بنویسید gut. gut هم همیشه من خوب نمیده. الان یادم افتاد من یه مثال الان واقعا ندارم از کتاب براتون بدم ولی میتونید به این شکل بگید. مثلا ich habe gut 30 Franken ausgegeben. من دست کم 30 فرانک خرج کردم. پس اینجا شد دست کم. به معنای به راحتی هم das kannst du gut machen. تو میتونی خیلی راحت انجام بدی. خب این درصد ساینس اینا خوبه بدید. یه نکته بهتون بگم. الان به خودتون استرس شاید راه بدید که وای من این همه واژه این همه معنی داره چیکار بکنم. یه راهکار بهتون میدم این راه رو برید. در واقع نه بترسید نه خجالت بکشید. همین کتابو دارید میخونید ها. همینو خوب بخونید. همین کافیه. یک دیگه چی بخونیم کنارش؟ تا تونستید نرید لیست نکنید خواهش میکنم. مثلا گوت رو لیست نکنید. نرید سراغ گوت توی واژه‌نامه. من بعضی فعلا رو میگم برید هر چی که در واقع هست در موردش یاد بگیرید. ولی این گوت رو نرید، گانس رو نرید لیست نکنید. اینا اشتباه این کارها. همین گانس اینجا یاد بگیرید. مطمئن باشید گانس یقه شما رو در آزمون نمیگیره. اصلا در طول روزم کسی با گانس یقه شما رو نمیگیره. یقه شما رو مثلا با بهتون بگم راحتتون بکنم. با مثلا اسیستیت میگیرن. اینو یاد بگیرید. با اسپرنگن با اینو یاد بگیرید. یه معنی بیشتر نداره. نمیدونم عرض کنم که انواع آلسو مثلا چرا خوبه؟ انواع آلسو برید یاد بگیرید خوبه. اینجا مثلا بعد آلس اپ چیه؟ اینو برید وقت بذارید. اگه لیست هم میکنید اینا رو. خب امیدوارم که بدونید منظورم چی است. همه چیز رو نباید لیست کنید. اما چیز دومی که باید بخونید داشتم ادامه میدادم تا میتونید هورتکس کار کنید. تا میتونید. و سوم تا میتونید آزمون دانلود کنید و به شکل آزمون واقعی انجام بدید و بعد همون آزمون رو تحلیل کنید چون واژه‌هایی درش هست که در این کتابا نیست. ادامه میدم کار رو. میخوام خب اینجا بعد چون selber springen möchte muss bei mindestens دست کم که بعد گفتم براش بنویسید gut. دست کم 50 springen 50 تا انفجار assistiert haben معاونی کرده باشه. oder ja aber 2 Jahre lang مدت 2 سال bei einem Sprengmeister کنار یا پیش یک استادکار انفجار gearbeitet haben کار کرده باشه. خب یک نکته دیگه اینجا کوچولو براتون بگم. من همیشه خودم در دوره آتسفای دنبال این موضوع بودم. باید کار کرده باشه. این چی جوری میشه اینو گفت؟ الان اینجا میبینید یک مثال بسیار خوبیه. من اینا muss gearbeitet haben باید کار کرده باشه. به این شکل ترجمه میشه. در واقع 3 تا فعل ما در اینجا داریم. خب حالا اگر این به شکل احتمال باشه میگه hey mein Brief sollte eingegangen sein یعنی باید رسیده باشه. ولی گفتم sollte نمیدونم آیا رسیده یا نه. حالا من نمیخوام وارد گذشته در آینده بشم و انواع زمانها رو بگم. بابا بفهمید من خودم ازت قاطی میکنم ولی صحبت میکنم ولی از لحاظ گرامری نیاز نیست ما حتما 100% چی مسلط بشیم. من الان ساینسی هستم. نه ساینسی زمانی هستید که این کتابو خوب بخونید. هورتکس هر چی گیرتون میاد برای سطح B2 و C1 هر دو تاشو حتی B1 بخونید ترجمهش کنید و هر چی میتونید آزمون انجام بدید. بعد خب یه Prüfungsvorbereitung هم بایستی داشته باشید. اگر تکنیکاشو نمیدونید در خدمتتون هستم مکاتبه کنید براتون خواهم فرستاد. همین
این میشه ساینس شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا فیلم بعدی.